برنامه ادامه میدیم. در یک جشنواره فیلم ها در امریکا فیلم ساخته کارگردان توجیک با نام فرانگیز به نمایش گذاشته می شود. جشنواره صدای زنان را بشنوید. اول همین هفته آغاز یافت و لالی صنم اولوغ و کارگردان توجیکستانی فیلم خود را به آن برده است. داستان فیلم زندگی یک بانوی هنرپیشه توجیک است که محض برای هنرش در جامعه با مشکلات روبرو می شود. همکار ما خیرمان بقازاده در صحبت با لالی صنم از او پرسید که چرا محض این موضوع را انتخاب کرد. Я бы не сказала, что мой фильм «Фарангиз Касымова» это اندیشه من در این فیلم نه به مشکل شخصی فرانگیز قاسیمова و اویله‌دارشوی او بلکه به مسائل وابسته به حضور زن در مسیر هنر ربط دارد. اگر ما امروز از زنهای هنرمند خود دفاع نکنیم، فردا ما هنر را از دست می‌دهیم. من ساحه هنر را بدون شرکت زنان تصور کردن نمی‌توانم و اگر در جمعیت ما نسبت بانوان این ساحه یک نگاهی کمبینانه وجود داشته باشد، نه همه زنان به این ساحه برای کار می روند. به همین خاطر ما باید این زنهای با استعداد و زیبا را از حمله و باورهای قالبی حمایت کنیم. فیلم من هم در همین باره است. از سال دیگر از لالی صنم اولوغ این بود که تا کجا مذهبی تر شدن جامعه فشار به زنان را بیشتر و موقع آنها را در جامعه تنگتر می کند. احیای ارزش‌های سنتی در مجموع به وضع زنان تأثیری نه چندان مثبت دارد. چرا؟ در دوره شوروی هم نقش مردان برجسته تر بود. البته زنان هم موقعی داشتند. زنها در برابر کار در کارخانه و اداره ها کاری خانه را هم انجام می دادند. حالا هم چنین است، ولی به نظر من سطح سواد پایین رفت و حالا از راه جاری کردن تحصیل حتمی 11 ساله می خواهند وضع را اصلاح کنند. ظاهرا آزادی های زنها کمتر نشده است، ولی محدودیت برای زنها بیشتر شده است. чем это было раньше. لالی صنم اولوغ قبلا با فیلم تصویریش هویدا معروف شد که درباره فاجعه دخترچه توجیک در مسکو قصه میکند. مصاحبه کامل با او را میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید و ببینید.